عربی تو جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 بود. کشورهای عرب صادرات نفت به غرب رو تحریم کردند. نتیجه چی شد؟ قیمت نفت طی 5 ماه 4 برابر شد. از $3 پرید به $12. شوک دوم مربوط به انقلاب ایران در سال 1979 بود. صادرات نفت ایران افت کرد، قیمت‌ها 2 برابر شدند. بعدش هم جنگ ایران و عراق شروع شد. بازار ترسید، نفت رسید به $40. دهه 90 صدام به کویت حمله کرد، نفت باز هم پرید. غربی ها مجبور شدن ذخایر استراتژیکشون رو بریزن توی بازار تا جلوی جهش رو بگیرن. سال 2003 آمریکا حمله کرد به عراق، عدم اطمینان بالا رفت. قیمت نفت از $31 توی اون سال طی 3 سال رسید به $66. سال 2011 بهار عربی